پیگیرندگان برنامه ترانسفر در عمل. در این نشر نوین برنامه خویش اطراف گزارش‌های نوین ترانسفری تابستانی ما برایتان چیزهای زیاد خواهیم گفت. در فوتبال تاجیکان که سر از 1 ایول سال جاری روزانه تابستانی ترانسفری رسما گشوده شد، ما از فوتبال محلی شروع میکنیم. نخست گپ و چپ آن است که خبرها عاید احتمالیت پیوستن وحدت حنانوف به تیم گلگهر لیگ ایران زیادند. باشد که دفاعگر با مهارت کشور در لیگ پایدار خارجیان بماند. همزمان بازیگر تیم امید کشور عادل جان انوشیروانی با پایان رسیدن قراردادش صف دسته دیوت کرخن از وربن لیگ ششم آلمان را ترک کرد و وابسته به پیشنهادات نوین میتواند در خود کشور آلمان ادامه مسند ورزشی نماید. در صف گراند قوی ترین ملی باشد از استقلال گویا که دفاعگر خرواتی ایوان نواسلت با پایان رسیدن قراردادش رفته است. همزمان یکی از بازیگران سابق جوان استقلال سلام اشورمامدوف در بررسی دسته روشنی کلوب قرار دارد. سلام میبایست به صف دسته دومی انسی پرتغالیا بپیوندد، اما برای به دست آوردن رودی کشور با دشواری ها روبرو گشت و مجبور شد تا به صف دسته بروک باوز از ملی لیگ روسیه برگردد. اگر این گپ و خبرها راست باشند، پس روزهای نزدیک ما شاهد کاتگوری های راهبریت روشن برای آوردن بازیگر ملی لیگ روسیه به تیمشان میشویم. بعد تنفس‌های نه آنقدر زیاد اطراف ترانسفرهای تابستانی در برنامه خویش، در برنامه امروز یک باره از 4 تغییرات کادری در چلسی میگیم. چلسی بر عوض 22 میلیون پوند استرلینگ آماری هاتچینسون را به ایپسویچ تاون فروخت. زیرا این دسته نوکار پرمیر لیگ انگلیا هم باید که در دیویزیون عالی فوتبال انگلیا بردم و پرقوت باشد. باشگاه از گرافیگری سوفولک الکی اعلان نموده است که بر عوض مبلغی برایشان رکوردی 22 میلیون پوند این بازیگر 20 ساله را بعد اجاره 1 ساله خریداری نمود. شرطنامه با بازیگر یامایکایی باشد تا تابستان سال 29 مهلت داشته یک قسمت این مبلغ را به آرسنال روان میکنند. هاتچینسون موسم قبلی در چمپیونشیپ در 44 بازی به زدن 10 گل دست یافته بود و با همین دسته نو را باور کنونید تا 22 میلیون پول ملی را به خزینه اشرف زادگان سپارند. بعد روان کردن بازیگر 20 ساله به ایپسویچ، خودی بازیگر 19 ساله را چلسی از استون ویلا خرید. این هم عمری کلیمن است که برای کبودها 19 میلیون پوند ارزش پیدا نمود و شرطنامه با این بازیگر جوان باشد زیر نقشه 6+1 است. با احتمالیت زیاد میتوان گفت که این بازیگر جوان در چلسی حالا شناسایی با بازیگران فرصت پیدا نکرده در و اجاره روان کرده می شود، زیرا اول تجربه غنی باید گرفت و بعداً کاتگوری نمود. یک نفر دیگری که از صف چلسی کنار رفت این فوتبال بازبانوی روسیایی السو عبدولینا می باشد که وابسته به انجام مهلت شرطنامه حیات زیبا در لندن را مجبوراً یک طرف گذاشت. لندنی ها عاید رفتن بازیگری 23 ساله رسما اعلان نموده. موسم قبلی را باشد السو تاریخ اجاره در صف PSG گذرانیده بود. همین طریق دارنده نشانی برنجی چمپیونات فرانسه که خود دفاعگر است و صف چلسی هنوز ماه دکبر سال 21 گزارش انجام داده بود. با کبودهای این بازیگر غالبی چمپیونات انگلیا و دارنده جام انگلیا در موسم 22-23 شده است. تغییرات کادری آخرین وابسته به چلسی این رفتن یان ماتسن از این تیم به برمینگهم است. با ارزش 37.5 میلیون پوند دفاعگر به صف استون ویلا پیوسته شرطنامه مهلتش تا سال 2030 امضا نموده بود. شتوره میدانیم نیمه دوم موسم قبلی را ماتسن در صف بروسیا دورتموند گذرانیده بود و 2 گل در 16 بازی بوندسلیگا به ثمر رسانیده است. همچنین دفاعگر با دسته ترزیچ تا فینال لیگ چمپیون ها رسیده بود و این هم به قول برایش افطاریت در میان گذاشت. استون ویلا هم در و با امید برآمدی باقرار در لیگ چمپیون ها دست به پول مصرف کنی زد و ماتسن را شامل دسته نمود. در اسپانیا باشد بارسا از بپولی تماما فراموش خاطر شده است و یک مورد الکی اعلان کرده بود که ژائو فلیکس، ژائو کانسلو و مارکوس آلونسو در دسته نمیمانند، ولی در مورد رفتن 2 ژائو خبرها را در و پاک کرد. این معنای آن را دارد که به نفر اسپانی جواب ولی 2 پرتغالی
هیچ کجا نمیروند. فلیکس به نظرم بعد شنیدن این خبرها در عوض خرسندی به رفیقانش سر یک پیاله چای هم تشکیل کرده است، زیرا اگر دوباره به اتلتیکو مادرید میرفت انیق کپش دود میکرد. یک کار دیگری دقیقی که بارسا در اتیفی گسیل کردن مارکوس آلونسو انجام داده بود، این البته به پول جواب دادن سرژینیو دست به PSV ایندهوون بود. بارسلونا تنها به گرفتن پولها در صورت خریداری تکراری دست قناعت میکند. PSV البته که بعد چنین قراری بارسا در رفت اوید امضا کنی شرطنامه با دفاعگر به مهلت 4 ساله اعلان نمود. گفته می شود که PSV از حقوق خریداری دست بر عوض 11 میلیون یورو برخوردار بود، ولی وابسته به جراحت بازیگر از برایش پول مصرف کردنی نخواست. اکنون بعد آنکه که فرصتی به پول به دست آورده این آمریکایی 23 ساله زیر دست آمد، پس چرا از آن استفاده نبرد؟ دسته دیگر اسپانیا که در برابر بارسا چند بازیگر را چون پرنده آزاد جواب داد، این اتلتیکو مادرید است که الکی اوید رفتن ممفیس دیپای، ماریو ارموسو، گابریل پاولیستا و ویتولو رسما خبر داد. مهلت شرطنامه این نفران با مادریدیان تمام شد و به خیالم الچولو در دسته آنها را دیگر دیدن نخواست. موسم قبلی دیپای در 31 بازی اتلتیکو 9 گل و 2 ارسال گلی، ارموسو 2 گل و 2 پاس گلی در 45 بازی داشت و پاولیستا در 24 بازی یگان کار شایسته تعریف نکرد. ویتولو باشد در موسم قبلی عموماً به هیئت اتلتیکو راه داده نشد. از روی آمارها البته معلوم است که اتلتیکو مادرید از این گروه بازیگران بیزار بود و آنها هم روز حساب می‌کردند که کی فرصتی رفتن فرا می‌رسد. دسته دیگر اسپانی چخان در بازار بیتسی بودرینگ پرور است که نوبت مارک راکر را از لیدز یونایتد خریداری کرد و با این بازیگر شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا نمود. نیمه‌نگری 27 ساله لیدز که موسم قبلی در صفی بیتس طریق اجاره برآمد می‌کرد، بعد 37 بازی و 4 گل به پرگی خریداری گردید. و فکرم این بازیگر هم سخت خرسند است که دیگر باره به چمپیونشیپ بر نمیگردد، زیرا صد برگانی سفید امکانی برآمدن به پرمیر لیگ انگلیا را در فرصت‌های اخیر جزیر کردند. در ایتالیا باشد وابسته به وضعیت یوونتوس از همه سراسیمه در بازار است. این نوبت یوونتوس بر زمین خریداری دوگلاس لوئیس با ارزش 50 میلیون یورو همچنین از استون ویلا دوست دختری لوئیس را هم شامل تیم کرد. این هم یکی از زیباترین بانوان فوتبال باز جهان الیشا لیمن شویتزاری است. با آمدن نفری نزدیکش در تورین جای کار پیدا نمود. شرطنامه دوگلاس لوئیس با یووه باشد تا سال 29 است. پیشتر خبری برآمده بود که ویلا از برای لوئیس 22 میلیون یورو به دست آورده، 8 میلیون دیگر در شکل علاوه پولی می آیند. همچنین دو بازیگر تورینی سم آیلینگ و انسو برانچیا و سمت برمینگهم پرواز میکنند. ولی چطور دیدیم یوونتوس اخیراً بر عوض پول نقد یک بار جفت فوتبال بازان را شامل تیم کرد. طبق عقیده یکی باید به دست بازی بخشد و دیگری به منبرها زیبایی. باشگاه فوتبالی ناپولی باشد بعد انجام موسم ناموفق یک قطار بازیگران را گسیل کرد. وابسته به انجام مهلت شرطنامه از تیم ناپولیتانی پتر زلینسکی، دیگو دمه و دروازه‌بان گوبرت ایداسیاک رفتند. همچنین مهلت اجاره دروازه‌بان پیرلویجی گالینی انجام یافته او به اتلانتا برمیگردد. نیمه‌نگر لیاندر دندونکر به استون ویلا و خمد تراوره به بورنموث می آید. خلاصه گپ این که با آمدن انتونیو کونته جایزه‌گیر در صف ناپولی باید سر از موسم نو کارها همه بخیر باشند. این هم در حالی است که تیم موفق موسم قبلی با نام اتلانتا دفاعگر اورتون بن گودفری را بر عوض 9 جمعی 1 میلیون یورو خریداری کرد. طبق معلومات لاگازتا دلو سپورت شرطنامه با بازیگر نوی اتلانتا مهلت 5 ساله دارد. موسم قبلی بازیگر 15 بازی گذرانیده. فوتبال بازی 26 ساله سر از موسم نوین باید که نفری کلیدی برای برگاماسکو بگردد. یک تغییرات دیگری کادری وابسته به چمپیونات ایتالیا
این از روم رفتنی دروازه‌بان پرتغالی روی پاتریسیو بعد 3 سال است. پاتریسیو در این فرصت‌ها 129 بازی گذرانید و در 2 فینال یورو جام‌ها به میدان آمد. دروازه‌بان 36 ساله پرتغالی که دارنده عنوان قهرمانی در لیگ کنفرانسی‌های سال 22 و فینالیست لیگ اروپا 23 می باشد، با جانب گورگان خیر و خوشی گرم داشته بود. تیم نیمه دیگر با نام لاتزیو باشد برعکس روما بازیگری نو آورد. لاتزیو حمله‌ور ویرونا پیان ناسلن را با حق خریداری 15.2 میلیون یورو به اجاره گرفت. حمله‌ور 24 ساله از کشور نیدرلند در صورت طوری گرفتن بازیش در صف عقبان باز میتواند 2 میلیون دیگر در شکل لیورپولی برای ویرونا کار کند. درباره کل این جزئیات این ترانسفر جانلوکا دی مارسیو خبر میدهد. ناسلین باشد صاحب آمار 5 گل و 4 پاس گلی در 17 بازی سری آ بود. در بازار فوتبال فرانسویان باشد کارهای 2 المپیک نهایت گرم است. نخست المپیک لیون اوید خریداری سعید بن رحم از وست هم بر عوض 14.4 میلیون یورو خبر داد و اعلام کرد که شرطنامه بازیگر از روی نقشه 3+1 است. در صف لیون بن رحم الجزایری 12 بازی بعد نیمه دوم موسم گذرانید و در مسیر این فرصت‌ها 3 گل و 3 پاس گلی به آمار گرفت. این هم برایش بسندگی کرد تا از جبر و ستم لندنی ها خلاص شده با تیمی برایش عزیز و گرامی یکسان و یکجا شود. المپیکی دیگری از شهر مارسل باشد. اوید گزارشی نیمه‌نهایی منتخب کانادا و واتفورد اسماعیل کانه با موافقه رسیده است. در مورد گزارشی بازیگری 22 ساله از چمپیونشیپ همگان می نویسند و می گویند زیرا دسته مارسل هم باید که سرآغاز موسم نوین پرقوت شود. این حال کنه در جام آمریکا برآمد داشته بعد انجام مسابقه قهرمانی و فرانسه می آید. 4 گل و 3 پرتافت گلی او باشد. در 42 بازی اخیراً او را به لیگ یکم فرانسه می آورند. یک مدت در آخر برنامه اگر با آلمان هم نگریم، آنجا دسته اونیون از شهر برلین با نیمه‌نهایی منتخب اسلواکیا و بهترین ارسالگر گلی گامبورگ لاسا بین شرطنامه امضا کرد. بعد آنی که اسلواکا از انگلیس‌ها در یورو شکست خوردند، اکنون فرصت آن رسید که بینش هم به دسته نوی خود بیاید. موسم قبلی نیمه‌نهایی 26 ساله 27 بازی در لیگ دوم آلمان گذرانیده با 13 گل و 11 پرتافت گلی از میدان کنار رفته است. این آمار هم البته سببگار اساسی آمدن بازیگر اسلواکی از بوندسلیگای دوم و بوندسلیگای اساسی شود. در اوکراین باشد یاروسلاو راکیتسکی اخیراً از دسته محبوب خویش با نام شختیار کنار می رود. این دفاعگر 34 ساله که از سن 12 سالگی در سیستم شختیار بود اکنون به پرگی از دسته می رود. او یک زمان در صف زینیت هم برآمد میکرد و از پیتربورگ البته وابسته به تنقیدهای شدید بیرون شده بود. خلاص گپ این که نفری محبوب برای فوتبال اوکراینی ها اخیراً با قلب پاک و وجدان صاف از تیم محبوب کنار می رود. کی میداند ممکن راکیتسکی را مابعد چندین سال چون مربی موفق فوتبال سطحی جهانی میبینیم. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.